من همام و این سومین ویدئوی کانال من. زمانی که شما این ویدئو رو تماشا میکنین احتمالاً 1/3 از زمستون 1403 گذشته. هوا خیلی سردتر شده و این سرما زندگی هممونو آرومتر و قشنگتر کرده. انگاری آدما توی زمستون نرمتر میشن. تصمیم گرفتم سبک ویدئوهای کانال رو عوض کنم. میدونین که قدمای اول همیشه سخت و پر از چالشن. اما تا این اولینای کج و کوله نباشه قطعاً ویدئوهای وایرالی هم نخواهد بود. سکانس های 3 ثانیه‌ای که میبینین حاصل سفر 3 روزه من به شهر امام رضاست. بهم گفت دوست دارم تولدم مشهد باشد. بماند که چقدر به خاطر سرمای هوا سرش غر زدم. به طوری که وقتی آقای مقدم چمدونای ما رو داخل ماشین گذاشت با همون لهجه شیرین مشهدیش بهمون گفت شما سوغاتیاتونم الان خریدین؟ چرا اینقدر چمدوناتون سنگینه؟ نمیدونست که ما از ترس دمای منفی 13 درجه فقط بافت و پالتو و جوراب پشمی و شال و کلاه با خودمون آورده بودیم. برای زیارت کافی بود وارد راهروی 1 قدم تا بهشت بشی. از گیت بازرسی هتل رد می شدی، نوای صفای حرم چایخونه امام رضا رو می شنیدی و اگر خوششانس بودی با آوای نقاره ها هم می تونستی گوش جان بسپاری. و بعد فارغ از هر دین و آیینی که بودی با انرژی تمام به شمس و شموس سلام می کردی. به نظر من روز تولد هر آدمی یکی از خاص‌ترین روزای زندگیشه. انگاری توی اون روز لبخندهات عمیق‌تر میشن، اشکات بیشتر و حتی احساست هم لطیف‌تر. براش کادویی نخریده بودم ولی قبل از اینکه سوار هواپیما شیم با یه بیکری کوچیک توی مشهد هماهنگ کرده بودم که کیک رو برام بفرستن هتل. معتقدم آدما باید توی شب تولدشون آرزو کنن و حتما شمعشون رو فوت کنن. نمیدونم برای شروع دهه 4 زندگیش چه آرزویی کرد، اما ما با خوشحالی دوچندان برگشتیم هتل و با باقی مونده کیکمون مجدداً جشن گرفتیم. یکی از شیرین ترین لحظه های مسافرت برای اونایی که منتظرن میدونین کیه؟ وقتی که تو چمدون تو باز میکنی و همه منتظرن ببینن براشون چی سوغاتی آوردی. درسته که سوغاتی خریدن توی سفر خیلی سخته. خیلی باید بهش فکر کنی که چی بخری چی نخری تا طرف خوشش بیاد. ولی وقتی برق چشای طرف مقابل رو میبینی میگی میارزید. به نظرم تفاوت خیلی زیادی بین بالا شهر مشهد و نزدیکای حرمه. وقتی وکیل آباد و احمد آباد و آرمیتاژ رو پیاده روی میکنی فقط کافه ها و برندهای خیلی شیک و با کلاس رو میبینی و البته قیمت های سرسام‌آور. ولی پاساژهای اطراف حرم هم هیاهوی خاص خودشونو دارن. اون بوی زعفرون و زنجبیلی که به مشامت میخوره همه خاطرات کودکی تو تداعی میکنه. بازار سراسر رنگ قرمز و نارنجی و زرده. اصلا یه حال و هوای خاصی اونجا در جریانه. معتقدم هر دوتاشون جذابیت‌های خاص خودشونو دارن. تو باید بلد باشی از لحظه لحظه زندگیت به معنای واقعی لذت ببری و زندگی کنی. چه بالا شهر چه پایین شهر. همیشه دقیقه های پایانی و دقیقه های 90 به نظرم پربرکت ترن. آدم کارهای بیشتری رو میتونه توی اون زمان انجام بده. اون روز ما در به در دنبال خریدن ادامه سوغاتی‌ها و خرید سوهان ساعدینیا تا امتحان کردن شاورماهای اطراف حرم بودیم. دوست داشتم توی این مسافرت چیزای جدید رو تجربه کنم. تصمیم گرفتیم برگشت رو با قطار بیایم. درسته که 18 ساعت توی راه بودیم. از شدت سرمای نصف شب جفتمون حالت تعو گرفته بودیم. ولی خب
با 2 نفر آدم جدید با یه دنیای متفاوت آشنا شدیم. کلی صحبت کردیم، تجربیاتمون رو با هم به اشتراک گذاشتیم و صبح که بیدار شدیم با معجزه بسیار زیبای طبیعت مواجه شدیم. بله، برف کویر. خیلی غیر قابل باوره که توی کویر خشک و بی‌آب و علف چنین برفی به وجود بیاد. و ما اگر پرواز رو برای برگشتن انتخاب کرده بودیم، قطعاً از دیدن چنین مناظری محروم میشد. و همه این تجربه های ناب به خاطر خارج شدن از منطقه امنمون بود که به نظرم لازمه هر کسی با توجه به شرایطش از منطقه امنش خارج شه.